قبل از شروع هر کاری یاد بگیر چطور این آمارا رو بررسی کنی. سلام و درود به شما دوستان عزیزم. متین هستم و اینجا مجموعه اسمارت مانیه. توی این ویدیو می‌خوایم در مورد قسمت ریپورت بک دستگیری متا تریدر با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. توی این ویدیو یاد می‌گیرید که قسمت ریپورت چه اطلاعاتی بهمون میده، تمام این گزینه‌ها چی ان، چه اطلاعاتی بهمون میدن و چقدر برامون میتونن مفید باشن. و هر چقدر شما بتونید این آمارها رو بهتر بررسی کنید و دقیق‌تر ببینید، می‌تونید تصمیم‌های بهتری بگیرید و بدونید با چه اشخاصی کار بکنید و با چه اشخاصی کار نکنید. خب بریم با هم دیگه شروع کنیم. من اول قبل از اینکه بخوام قسمت ریپورت رو بهتون توضیح بدم، قسمت گراف رو میخوام بهتون توضیح بدم. قسمت گراف یا همون قسمت نمودار رشد حسابمون از دو بخش تشکیل میشه. یک قسمت محور پایین هستش که تعداد ترید هامون رو نشون میده و یک قسمت محور سمت راست هستش که میزان بالانس حسابمون رو نشون میده. داخل این نمودار دو تا خط وجود داره که خط اول که خط آبی رنگ هستش بالانس حساب هست و خط دوم ایکویتی حساب هستش. ایکویتی حساب موجودی هستش که به علاوه پوزیشن های باز هست. یعنی اگر شما $10,000 موجودی دارید میشه بالانستون و اگر یه پوزیشن باز دارید که $100 داخل سود هستش میشه ایکویتی حسابتون $10,100. و اگر اینجا نگاه کنید ایکویتی این خط سبزی هستش که بعضی مواقع نشون داده میشه. برای اینکه ببینید یک سیستم خیلی کارآمد و خوب هستش خیلی مهمه که ایکویتی اون گراف از بالانسش زیاد فاصله نگیره، یعنی هر مقدار موجودی داره همون مقدار ایکویتی هم بالا بره و ایکویتی هر چقدر این فاصلهش بیشتر بشه و رو به پایین باشه نشون میده پوزیشن داخل ضررهای زیادی رفته. و اون قسمت پایین هم سایز میتونید حجم معاملات رو ببینید که در بعضی مواقع میبینید که حجم معاملات زیاد شده. وارد قسمت ریپورت میشیم و بهتون توضیحات رو شروع میکنم. از اون نوار بالا که مربوط به کسی هستش که حالا اون اکسپرت رو ساخته و زیاد مهم نیستش که شما بدونید که حالا مثلا اینکه چه تعداد کندل وجود داشته توی اون بک تسکیری یا مثلا چه مقدار قیمت نوسان داشته، اون حالا کوالیتی دیتایی که داشتیم و اینا زیاد مهم نیستن. از این پایین شروع میکنیم که دیپازیتی هستش که اون اکسپرت برای شروع بک تسکیری شروع کرده که توی این تستی که ما گرفتیم عدد $10,000 رو شروع کردیم. اگر بریم توی قسمت اسپرد کارنت رو میبینیم که همون اسپرد اون لحظه بروکر هستش که ازش استفاده کرده که اینجا 17 پوینت هست. قسمت بعدی توتال نت پروفیت میزان سودی هستش که این توی اون دوره زمانی که بک تسکیری شده میزان سودی هستش که گرفته که میبینید با $10,000 $13,637 سود کرده. در مجموع سودهایی که انجام داده $17,686 سود کرده و مجموع ضررهاش منفی $4,049 بوده که گراس پروفیت منهای گراس لاس میشه و عدد نهایی میشه توتال نت، یعنی میزان حالا سود خالصی که ما کردیم. توی خط بعدی ما پروفیت فاکتور رو میبینیم که بسیار عدد مهمی هستش. اون میان گراس پروفیت ما میزان کل سودی که ما کردیم رو منهای تقسیم بر کل ضررهایی که ما کردیم میکنم و پروفیت فاکتور رو به ما نشون میدن. expected payoff میانگین سودی هستش که ما در هر معامله کردیم. کل سود و ضرر ما با هم دیگه جمع میشه و تقسیم بر تعداد تریدی که کردیم میشه و این عدد رو به ما میدن و میانگین سودی که ما کردیم در هر پوزیشن رو بهمون نشون میده که ما در هر پوزیشن حدوداً $26 در آوردیم. توی قسمت بعدی ابسولوت درودان میزان ضرر و درودانی هستش که روی بالانس حساب پیش اومده. یعنی اگر بالانس حسابم $10,000 بوده اول کار و مثلا به $9,200 رسیده، $800 افت داشته، ابسولوت درودان ما اونجا $800 ثبت میشه. ولی یک جا هستش مثل این حالا خط بعدی ماکسیمال درودان که روی ایکویتی حساب ما در نظر گرفته میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما $10,000 بالانس دارید ولی ایکویتی حسابتون به $8,000 برای لحظه‌ای حالا میرسه. اون موقع ماکسیمال درودان شما 20% در نظر گرفته میشه که قسمت مهم ماجرا هم دقیقاً همینه که شما اینجا هم درصدش رو میبینید هم مقدار عددیش رو که $1,961 هستش. قسمت بعدی ریلیتیو درودان هستش که من حالا با تحقیقاتی که کردم اینم همون روی ایکویتی حساب در نظر گرفته میشه. قسمت بعدی توتال ترید هستش که میزان کل ترید هایی که انجام داده توی اون دوره زمانی که براش مشخص شده رو بهمون نشون میده که 524 ترید انجام داده. اینجا قسمتی هستش که تعداد پوزیشن های شورت رو نشون میده و داخل پرانتز میزان درصد بردش رو نشون میده. 266 تا معامله شورت انجام داده
که 81% اونها موفق بوده و اینجا میزان پوزیشن‌های لانگ رو بهمون نشون میده که داخل پرانتز میزان درصد بردش رو نشون میده که 258 تا معامله لانگ زده که 82% اونها موفق بوده. پروفیت ترید یعنی همون وین ریتی که ما داشتیم، معاملاتی که با سود بسته شدن، 428 تا معامله از 524 معامله با سود بسته شده که وین ریت این اکسپرت توی این تایم زمانی 81% بوده و میزان ضررهایی که پوزیشنه که با ضرر بسته شده 96 تا بودن که کلا 18% ترید هامون با ضرر بسته شده. توی قسمت لارجست بزرگترین ترید و بیشترین سودی که توی یه پوزیشن کردیم $507 بوده و بیشترین ضرری که توی یه پوزیشن دادیم $202 بوده. به صورت اوریج، به صورت میانگین ما در هر پوزیشن سوددهمون $41 سود کردیم و به طور اوریج توی هر معامله ضرردهمون هم $42 ما ضرر دادیم. توی ماکسیمم حالت ما 27 ترید پشت سر هم داشتیم، یعنی در حد اکثر ترین حالت ممکن ما 27 بار پشت سر هم معاملاتمون با سود بسته شده که جمع سودش $647 بوده و در ماکسیمم ترین حالت ممکن 5 بار هم ترید همون پشت سر هم به ضرر نشسته که منفی $278 ثبت شد. در ماکسیمال ترین حالت بیشترین سودی که پشت سر هم ما گرفتیم توی 3 ترید پشت سر هم $870 گرفتیم و بیشترین ضرری که پشت سر هم دادیم توی 4 ترید پشت سر هم ضرر دادیم و منفی $527 گرفتیم. به صورت اوریج ما 7 معامله اون پشت سر هم با سود بسته میشه و 2 معامله اون پشت سر هم با ضرر. به طور کلی الان یاد گرفتید که چطور این آمار رو بررسی کنید، کدوم آمارها به کار شما میاد و چطور ازشون استفاده کنید. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید چون توی ویدیوی بعدی میخوام از آمار اکسپرت خودمون رونمایی کنم. البته این یکی از اکسپرت هامون بودش که الان بهتون نشون دادم و میبینید که چه آمار فوق العاده ای داره، چقدر سود خوبی گرفته و گرافش رو اگرم ببینید چه گراف تمیز و مرتبی داره. ولی توی ویدیوهای بعدیمون میخوام از ربات چالنجر پس رونمایی بکنم که میتونه حسابای پراپ شما رو پاس بکنه. تا ویدیوی دیگر بدرود.